سلام، به چنل یوتیوب مجله ایزی خیلی خوش اومدید. توی این پست ما می‌خوایم در مورد مت‌گالا باهاتون حرف بزنیم. بخش اول، معرفی مت‌گالا. مت‌گالا یا مت‌بال یکی از مهمترین و بزرگترین مراسم‌های دنیای مده که سالیانه برگزار میشه. مت‌گالا هر سال تم مشخصی داره و مهمون‌های مت‌گالا باید طبق اون تم لباس بپوشن. هر سال چند ماه قبل از مت‌گالا تم مشخص میشه و بعدش مهمون‌های این مراسم دعوت میشن. مهمونای مت‌گالا بعد از دعوت شدن باید بلیط تهیه کنن و قیمت هر بلیط $50,000 آمریکاست. و در صورتی که عده‌ای بخوان به جای خرید یک بلیط یک میز کامل رو رزرو کنن، باید مبلغ $300,000 رو بپردازن. هر سال مبلغ جمع‌آوری شده به مؤسسه لباس یا کاستوم اینستیتوت اهدا میشه تا صرف نگهداری و حفظ لباس‌های مهمی بشه که در کلکسیون مؤسسه لباس وجود داره. بخش دوم، النور لمبرت، بنیانگذار مت‌گالا. النور لمبرت در سال 1903 به دنیا میاد و بعد از 100 سال زندگی در سال 2003 متاسفانه فوت میشن. النور روزنامه‌نگار مد و طراح لباس بود. در سال 1948 النور لمبرت برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حفظ لباس‌های تاریخ‌ساز و پر اهمیت مراسم مت‌گالا رو با بلیط $50 بنیانگذاری کرد. اوایل مت‌گالا تاریخ به خصوصی نداشت، اما بعدها تصمیم گرفته شد که هر سال اولین دوشنبه ماه می مت‌گالا برگزار بشه. در طول زمان مت‌گالا نسبت به سالهای اول تغییر کرده، اما مکان برگزاری این مراسم از اول موزه متروپولیتن نیویورک بوده و هست. النور از اول تصمیم گیری های این مراسم رو بر عهده آنا وینتور سردبیر مجله ووگ گذاشت. برای همین همیشه به غیر از میزبانان متغیر، آنا خودش میزبان اصلی و تصمیم گیرنده اصلی این مراسم باشکوهه. بخش 3، نکاتی در مورد مت‌گالا. مت‌گالا جایی هست که میشه جسورانه لباس پوشید. لباس‌های خارق العاده و فراتر از مد روزمره. و لباسایی که به ما نشون میدن که مد فقط پوشاک نیست، بلکه هنری ارزشمنده. مراسم مت‌گالا قوانینی هم داره. مثلا مهمونان نمیتونن سیگار بکشن. ورود خبرنگاران ممنوعه و فقط عکاسا میتونن به این مراسم بیان. اکثر غذاها ویگن هستن و از غذاهای ادویه‌دار و سیردار استفاده نمیشه. استفاده از موبایل و رسانه‌های اینترنتی و عکس گرفتن در طول مراسم ممنوعه. اما باز هم بعضی از سلبریتی‌ها در سرویس بهداشتی موزه مت سلفی گرفتن و لحظات بۀادماندنی رو ثبت کردن. مکان نشستن هر کدوم از مهمونا از قبل تعیین میشه و افراد زیر 18 سال به این مراسم دعوت نمیشن. اگر کسی دعوت به مت‌گالا رو رد کنه، امکان دعوت شدن دوباره‌اش خیلی کمه، مگه اینکه فرد خیلی مهمی باشه. اگه یکی از مهمونا بخواد با خودش کسی رو ببره به مت‌گالا، اول باید آنا وینتور اون شخص رو تایید کنه. توی کامنت ها بهمون بگید که چند تا از این موارد رو میدونستین.